مسلمان با مسلمان جنگ کنه و جهاد باشه. یکی اگر اونها که هر چیزی که میگن نسبتی ما، البته زبانی و در اختیار ما نیسته. ما همینقدر گفته میتوانیم که باید مسلمان نکشه. خیلی که صحابه گفتن که مادامی که در عالم اسلام جنگ شید کارداتون رو بشکنیم. تاریخ مردم کلاب را تمامی عالمی حیات میدانند. شاید به همین خاطر باشد. دیگه خاطرش این که مردم سرزمین کلاب پایه دولتداری تاجیکستان دموکراتی امروزه است. شاید قسما عرضخواهان بخواهند که این مردم را ناآرام کنند تا اینکه سببگاری سوسیدن پایه دولتداری گردند.